سلامتی و بردباری، تنجی و آسودگی و فتق قله‌های بلندترین وزیرش را تمنا دارم. من با اطمینان کامل امید بر آن دارم که آن روز دور نیست که جوانان ناحیه غلبه خوش قدم را تکرار نموده صاحب عنوان قهرمان جهان و بازی‌های المپی می‌گردند. در این روزها خرسندی نشاط ما باز هم از آن جهت به اندازه است که خوش قدم را برای رسیدن به قله‌های مراد پهلوان نامدار تاجیک فرزند و همدیار خیش مربی شایسته جمهوری تاجیکستان محترم محمد شریف سلیمانov مشق و تمرین داده و چمپیونات جهان آماده نمودند. خوشقدم با غلبه خودش اثبات نمود که در حقیقت ونج زمین مردخیز بوده. پهلوانی میدانداری را سلامشاه محبتov، محمد شریف سلیمانov، صادق باقیев، مبارکشاه ایرانov، عباد شیخov، کریم کریمov، دلاور دولتov، خداگوی جمعیев، اکبرشاه محبتov، خوشبخت نظرov، ظفر عالمشاهیv، سامان محمدبekov و دیگران تصادفی نیستند. باید گفت که در تاریخ ورزش تاجیک این غلبه مراتب سیوم تکرار می شود. پیش از خوشقدم این کارنمای را شادروان سید مومن رحیمov و بهروز خواجه‌زاده نشان داده بودند. جهان پهلوان 21 ینور سال 1990 در دهه راهخروی جماعت دهات محمدالله عبداللهی ناحیه منش در عائله ورزشگری نامی تاجیکستان استاد ورزش اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی آید به نمودهای سامبو و جودو ناصر خسروov به دنیا آمده است. محض پدر بزرگوارش اولین شده غرور جوانمردی را در قلب خوشقدم